امروز یه کار باحال داریم. میخوایم نور صاف وایس رو ریموتی کنیم که دیگه دستمون به کلید نخوره. سلام بچه‌ها، به یک ویدیو جدید خوش اومدید. امروز اومدیم همینطور که دیدید میخوایم نور صاف وایسمون رو ریموتی کنیم که آقا دیگه هی از پشت میگم از روی صحنه پا نشم بیام رو صحنه که هی صاف وایس رو کم و زیاد کنم یا ببرم رو نور زرد یا سفید. در جا از روی صحنه با این ریموت که این برده روی صاف وایس نصب میشه، از همون پشت صحنه کلید بزنم به حالت زرد یا کلید بزنم به حالت سفید. خب آقا بریم سراغ چی؟ بریم سراغ این که همه کارا رو بکنیم و اینکه ابزارا رو بهتون بگم چی چیزایی نیاز داریم. آقا ابزارها و وسایلی که نیاز داریم از جمله از یه برد ریموت از این 12 ولتیا، یه دونه ریموت که حالا معمولا تو بسته های خود این برد ریموتیا هستن، حالا اگرم نبود برین بخرین و اینکه حواستون باشه فرکانس این به این بخوره، اگه نخوره این با این ست نمیشه. دونه دستگاه چسب حرارتی که همیشه داریمش و یه دونه هویه. آقا اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که پایه رو جدا بذاریم و اینکه خود دستگاه، خود منظور اون قسمت بالایی صاف وایس رو بریم پایین تا کارمون رو انجام بدیم و بریم سراغ کارمون. خب آقا برای این کار که ما میخوایم بکنیم، من واسه همین میز رو کلن خالی کردم، هرچی رو میز بود و مرتب کردم گذاشتم سر جا. اولین ویدیویی که تو این کانال ضبط شده و میز واقعا مرتبه. من اینا رو یکم اینوری کنم تا خود صاف وایس بیاد وسط. من نور رو قطع کنم یا کنید چقدر رو صحنه تاثیر داره نور صاف وایس. خب آقا بچه ببخشید اگر نور بده تو این ویدیو، چون سافت باکس نمی باشد، چون اگه سافت باکس بود بالاخره نورمون خیلی خیلی بهتر میشد. آقا شما باید دیده باشید که آقا قسمت اصلی ماجرا این نیست، بلکه اینه، داخلش سیمکشی های کلیده و ما الان به این که کار نداریم، ما به این قسمت کار داریم. واسه اینکه بتونیم اینجا رو باز کنیم نیاز به یک فازمتر یا پیشگوشی داریم که ایطوریش کنیم نشم دیگه باز. به 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 اوه. حالا اگر تونستید بفهمید این چجوری سیم کشیشه من بهتون جایزه میدم. نه بچه سیم کشیش اینطوریه که ایوا نه اینو باید وصل کنیم اینجا. نه من سیم کشی یه توضیح مختصر بدم بعد به رو تایم لپس ببینید چجوری دارم میسازمش. آقا این باید بیاد پایه یکی یا این، حالا نمیدونم کدومش میشه دقیقاً، حالا بعدا با اومتر میگیریم میفهمیم. این میشه اینو این، پس اینو این دوتا. یا کنید این سیمه باید بیاد رو اینجا نصب شه و اینکه یه سیم منفی باید بیاد به اینجا یه دونه سیم منفی بدیم و اینجا یه دونه سیم حالا یه دونش اینجا میشه سیم مثلا سفید یا زرد، یه طرفش میشه یا برعکس اون دیگه، بالاخره زرد رو اگر به اینجا زدیم سفید باید به اینجا بخوره، یا برعکس سفید اینجا زدیم زرد باید به اینجا بخوره. اگه کلیده پشتم احتمالاً چی کنیم؟ احتمالاً منسوخش نکنیم، یا اینکه مثلا چجوری بگم، منظور اول باید کلید رو بزنید تا ریموتی کار کنه.
یا حتی هم نه، شاید قبل این اصلا بذاریم. اصلا کلیدا رو ول کنید، اصلا ما کلیدا رو کاری نداریم. یه سیمای کلیدا کنم همین الان میکنم. اوکی خب این ورم میکنم بچه لامصب مثل عمل جراحی میمونه چون خیلی پیش در پیچه. بعد حواسمون باشه بیماری چیش نشه و اینا پدرمون در اومده است. این هم سیم چیه؟ سیم مانیتوره. این مانیتور باید بیاد بخوره به اینجا. حالا بعدم سیم کشیاشو بچه میتونیم برش درست بکنیم. فقط ما مشکلمون اینه که بعد جای کلیدا رو چیکار کنیم. عیبی نداره، شاید جای کلیدا رو کلا بپوشونیم. اوکی خیلی خوب. اینجا یه سنگه خورده بود داغت. بچه این بریم سراغ سیم کشی دیگه. من بعد ویدیو الان جلو ضبطم هول میشم، نمیتونم قشنگ کارم بکنم. بریم آقا سیم کشی رو تو تایم لپس ببینید. بعدش هم دیگه میریم سراغ امتحان، بهتون نشون میدم چه چیز خفنی در اومده. مرسی. آقا خوشگل و تمیز الان سیم کشی رو کردیم. فقط مونده یه چیزی، این که برد رو وصل کنیم به بدنه و بدنه رو وصل کنیم به ممر تغذیه تا بشه. آقا این بردم میتونید از داخل سایت دیجیکالا، تورو یا امثال دیگرشون خرید کنید. و اینکه من حالا واسه این 2 کانال خریدم، حالا مغازه بابام داشت خریدم. آقا من واسه این 2 کانال خریدم، ولی شما اگر چیزی نیاز دارید که یک کار انجام میده تک کانال بخرید، یا 3 یا 4 تا کار انجام میده 3 یا 4 کانالشو بخرید. منظور بچه اینا رده هن. خب فقط یک توضیح کوچیک برم بعد میریم رو صحنه که تایم لپس نیست، یعنی کامل بهتون نشون میدم که چجوری وصل میشه. آقا اینا اولش که این یک حالت سیگنال رادیویی میاد میره داخل این برد از طریق کنترلی که دستمونه. این کنترل سیگنال رو با استفاده از اون گیرنده میگیره، تبدیلش میکنه به کد نه میگیره میده به آیسی تبدیلش میکنه به کد، یا نمیدونم این بردا تبدیل میکنه به کد یا کلا سیگنال میفرسته. بعد اینا مثلا تبدیل میشه به الکتریسیته و حالت کنتاکت بعدش برق 12 میره به سر رله ها. رله مثل کنتاکت عمل میکنه، یعنی مثل کلید دقیقا رله. اون 2 تا مربعی که رو برد هست حالا بهتون نشون میدم. اون 2 تا مثل کلید عمل میکنه، یه پایه‌شون به یه پایه وصل میشه و اینکه چراغ وصل میشه. مثلا من میگم 3 کانال یعنی 3 تا از اون رله ها داخلش هست. من میگم 4 کانال یعنی 4 تا رله از اونها هست، یعنی هر رله هم باز مثلا شخصی سازی شده با یک کلید روشن میشه. بچه این کنترلی که من دارم و گرفتم 4 کاناله، اما خود بردم 2 کاناله، یعنی 2 تا کلید اصلا استفاده نمیشه. بریم سراغ کارم. آقا فقط یک چیز کوچیک بهتون نشون بدم که آقا کار میکنه. این دیو که میزنی سفید روشن میشه، سیو که میزنی زرد روشن میشه. میکنه الان سی رو میزنم زرد،
نمیزنم سفیدم همزمان روشن میشه، بازی نمیزنم زرد قد میشه. فقط همین اینطوری کار میکنه. بریم سراغ اینکه آقا بهتون قشنگ تک به تکش رو توضیح بدم. اینکه بریم سراغ نصب. آقا فقط در چیز توضیحی که بود خواستم بگم رله که گفتم منظورم این دوتا مربع. یه دونه الان فکر کنم مثل من نمیفهمم از رو ضربشون. فکر کنم این مال نور سفیده، این مال نور سفیده، اینم فکر کنم واسه زرده، نمیدونم، حالا شایدم برعکس. خب آقا پلنم برای این قسمت اینه که اینا رو به دیوار اینطوری نصب کنم. من پایه رو درست بذارم شما قشنگ بتونید ببینید. خب آقا دستگاه چفارتی بزنید به برق. من اینو یادم رفته بود بزنم به برق. دستگاه هویه هم از برق بکشیم. اینم قطع کنیم تا دیگه اینم خاموش شه که اینا رو چسب بزنیم. البته نه دیگه بچه‌ها بزنین روشن باشه که اگر وسط کار یک دفعه‌ای قطع شد بفهمیم که آقا قطع شد. قطع نمیشه چون کشی خوب انجام دادم. فقط مشکل من الان اینجاست. من چجوری باید الان کلیدا رو در بیارم؟ راستی کلیدا از این ور در میاد دیگه. از کلیدا رو الان در بیاریم. نگاه کنید این کلیدا رو دیگه. این اولیش در آوردیم، دومی در آوردیم. برد که قطع نشده هنوز. و حالا این جلو رو میذاریم، دوتا سوراخ رو میذاریم برای اینکه بتونیم قشنگ داخلش رو ببینیم. ببینم این چسبراتی داغ شد. حالا من وقتی که نمیخوام این زود داغ شه، مثلا هنوز ویدیو صحنه آماده نشده، این سری داغ میشه، اصلا چسبراتی ازش میریزه انقدر داغ شده. بعد حالا که وسط ویدیو میخوام سری داغ شه، داغ نمیشه. این دکمه هم که میبینید بچه ها مال حالت ثبت کردن این روی برده که روی این فکر کنم باید فشار بدین. نه البته نه اینطوری، بعضی ها اینطوری، اما این برده اینطوری نیست. مثلا من این کلیده رو، این بیه رو باید با این همزمان فشار بدم تا با هم دیگه ست شه. حالا من الان نیازی ندارم چون مثلا منظور چی ندارم، منظور این دوتا ست شدن بهشون. اومدی خیلی چیز خفنی ها. فکر کن از پشت صحنه اینطوری میکنی، میگم از روی صحنه. مثلا دستم بیا، دستم اینجا تو اتاقم یه نفره. اینم داغ نشد. آقا تا این داغ شه ما فعلا جاشو مشخص بکنیم. همینجا دیگه جاش، همینجا، جای دیگه نمیشه بذاریم. بچه آخ این فکر کنم یه جایش قطع شده. بولی بچه قطع شد. حالا چسبراتی داغ بشه، بعد الان منتظر بمونیم این هویه باز داغ بشه. ای خدا. خب من داغ بشه فقط این سیمه رو میبینید، بعد دست کنیم به اینجا. هویه احتمالا باید سریعتر نسبت به آره داغ شد. هویه چون الان تازه داغ بود، تازه کندمش، سریع داغ شد.
آقا حذفش کردیم، تموم شد، رفت پی کارش. و الان یه لحظه قراره بیارمش روی منظور پایش بذارم، بهتون نشون بدم که آقا چطوری کار میکنه. ریموت کنترل دستم میگیرم بهتون نشون بدم. فقط وایسی من اینو بذارم روی پایش. خیلی خوب آقا، اینو وصل میکنیم. من اینجام و اینکه دیگه نیاز نیست بچه‌های پشت صحنه باشن که بخوام. نگاه کنید تو اون ویدیو تستش بود و من به مامانم میگفتم یاد اینجا پشت صحنه بعضی موقع هم میگفتم بچه یه لحظه وایسین، میرفتم روشن میکردم و خاموش میکردم. الان نه. خیلی چیز خفنی شده. یعنی من مثلا اینطوری میکنم خیلی چیز خفنی شده. آقا مرسی که تا آخر ویدیو همراهم بودید. اگر میخواین پروژه‌ای مثل اینو ببینید و ادامه بدید و یاد بگیرید حتما سر به کانال من بزنید. اینکه سابسکرایبتون نره، لایک کامنت سابسکرایبتون نره. بابای.